رژیم آخوندی از 2 دهه پیش همزمان با جنگ در کویت در سال 1369 در شرایطی که 1 سال قبل از آن خمینی هم مرده بود به دردانه کشورهای غربی تبدیل شد. رفسنجانی و خاتمی با سیاست درهای باز و حراج اقتصادی و با وعده میانه روی و اصلاحات سیاسی 16 سال را از سر گذراندند و از جنگ‌های کویت و افغانستان و عراق و از استمالت بهره ها بردند. اما افعی ولایت کبوتری نزایید، به عکس خود را در پاسدار احمدی نژاد 1 پایه و 1 سویه کرد. احمدی نژاد شاخص میلیتاریسم یک دست و بدون شکاف رژیمی است که سپاه پاسداران چکیده آن است. در موضعگیری مریم از سپاه پاسداران به عنوان ستون فقرات، پشتوانه و حافظ نظام ولایت فقیه یاد شده است. بگذارید به خاطر اهمیت موضوع و برای روشن شدن مسیر آینده به گذشته بنگریم. 25 سال پیش در جمع‌بندی نخستین سال مقاومت گفته بودیم که رژیم خمینی را 1 دیکتاتوری ضد بشری و دجال می‌شناسیم، 1 دیکتاتوری نظامی پلیسی مبتنی و متکی بر سپاه پاسداران ارتجاع. از این پیشتر در روز 4 اسفند سال 1357، یعنی 12 روز پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، در نخستین موضعگیری در دانشگاه تهران اعلام کردیم که این پاسداران نهایتاً شکارچی انقلاب و انقلابیون و جامعه ما خواهند شد. در آن ایام هنوز پاسدار و سپاه پاسداران رسمیت پیدا نکرده بود، اما خواندن دست خمینی هم کار مشکلی نبود و روشن بود که انحصار طلبی عبا و عمامه و دیکتاتوری دینی به چنین ابزار و تکیهگاهی نیاز دارد. بعدها خمینی گفت اگر سپاه نبود کشور هم نبود. در بهمن 1377 نیز وقتی که آخوند خاتمی در مسند ریاست جمهوری ارتجاع دم از اصلاحات میزد و دود و دم اصلاحات میانتوهی بسیاری چشمها را نابینا و بسیاری گوشها را کر کرده بود، در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی باز هم گفتیم دیکتاتوری ولایت فقیه 1 دیکتاتوری نظامی پلیسی است. سپاه پاسداران ابزار حفظ نظام ولایت فقیه است و این رژیم عمدتاً به آن متکی است. سپاه ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است، اما دینامیسم و موتور محرک سپاه، یعنی روح حاکم بر آن، صدور ارتجاع و جنگ طلبی مبتنی بر نظریه ولایت جهان شمول است. عمله ولایت از قبیل محمد جواد لاریجانی در همین راستا نوشته بودند ولایت فقیه واقعی در ایران مستقر است. این ولایت مسئول جهان اسلام است و یکی از اهداف آن توسعه می باشد. عراق به خاطر جغرافیای سیاسیش در همسایگی ایران از آغاز نخستین طامع توسعه و صدور ارتجاع بود. خمینی جنگ با عراق را موهبت بزرگ الهی اعلام کرد. در جریان جنگ 8 ساله سپاه پاسداران به نیرویی با سلاح سنگین و قدرت دریایی و هوایی و موشکی تبدیل شد. اما پس از جنگ نیز در سرکوب داخلی و در تظاهرات و خیزش شهرها در هر کجا از مشهد تا قزوین و شیراز و اسلام شهر حاضرگرا بود. نیرویی که از طریق قرارگاه‌های مختلف خود شهرها را کنترل می‌کند و با برگزاری انواع و اقسام مانورهای شهری سعی در کنترل فضای اجتماعی دارد تا مهار از دست نرود.
به همین خاطر خاتمی در زمان ریاست جمهوریش می گفت سپاه باید باشد و هست. با همه وجود به سپاه عزیزمان افتخار می کنیم. سپاه نیروی آرمانی انقلاب ما و بدون تردید آرمانی ترین نیروی مسلح عالم است. در همین زمان پاسدار رحیم صفوی سرکرده سپاه درباره مخالفان نظام به صراحت می گفت بعضی ها را باید گردن بزنیم، بعضی ها را زبانشان را قطع می کنیم. واقعیت چه بود؟ برای اطلاع نسل جدید و جوانان مبارز و مجاهد میهن قسمت دیگری از آنچه را در پیام بهمن 1377 به استحضار رساندم نقل و خلاصه می کنم. واقعیت چه بود؟ برای اطلاع نسل جدید و جوانان مبارز و مجاهد میهن قسمت دیگری از آنچه را در پیام بهمن 1377 به استحضار رساندم نقل و خلاصه می کنم.